Tomoshabinlar like guzarlik podelиться کنید و یارو رفیقتان و نوارم بزرگ نمیشد، یک روز با آدم توانا نمیشد. آدمی که یک روز با ثروتمند شد یا که رنگ مثال لاتاری یا که چیز سیرامو از دستش بوی می‌داد یا که наследство برای یا که یک сделка با پولدار شد. یک تا сделка با وقتش بلند کرد و پدر و مادرش کمتر زمین موندگی یا بازار موندگی یا چی اما فروخت پول دستش موند. و این خیلی آدم‌ها وای پول سیرامو نیست میکنن. چه خیلی پیدا شد اما که نیست میشه. تجربه کار ما بسیار داره. ما چیز دیگه هستیم. معلش ما رحمتی که خندت از بچه خوب بودی. شما شنید بود دیگر سلام میکروفون دست داد گپ زدن باشه. سلام علیکم استاد. گپ زدن باشه. ما راستی در روسیه کار میکنیم. روسیه اومدن نه نزدیکتر دارید. 6 ماه یعنی بیکاریده بسیارتر خوندیم کتابتون و باز هم اینستاگرام داری کتابتون بفروشیم. بله ناموی کجا میفروشه؟ در اینستاگرام. ماشاءالله خنزنه. امی وقتی بیکاری رسیم اومدن دوستو. ماشاءالله. بعد این اکنون سال است که دسته رفته نیستیم کتابای خوندگی روبی کیوساکی کوادرات پاتوکا و قورباغه خورده و چند باز کتابای دیگه این کشتی گوشکه این برند بله وقتی که از شما گفتن که وقتی که مکتب میخوندم باز از سر به مثال اون شعر میخونن از نام میفهمم چیزا همین چیزا مثال من در دانشگاه وقتی کتابای شما رو میخوندم نمیفهمیدم راسیوقا بله انا بودی باز همورا айсар همون کتابا رو بخوندیسن مشکلی بگات خبرنی یا ایدینگی یا میفهمی آریاکتاشا نه بفهمیدیسن یکی شما گفتگی دیگه اما گپای گفتگی فهمیدیسن او مثال در اون کتاب یا ایدینگی گفتم که درآمد اختونا مثال یک چند فایزش خیر کردن در کار بله بله همین کارا من در روسیه هم بودم وقتی که مثال از دیگر جا ابی کم ترسو میدونن ای همو ابی کو مثال خیر همو فایز ابی کنه با کار زیادتر میشنم خیلی بله انزله به هزار حیات دنبال همون چیزا باید که شما استفاده برید من میخوام یک تا مثال بیارم وایروس پوجان و درس و یک تا پونا بودن من شما خاطرم برومان راست دیگه پوجان و وای آدم پیشتر امنیت کار میگه امنیت خونه بعد سلامتیشون وای میشه کسل میشه یا چی بعد خونه میمونن همین چی اوکل میکنم که خیلی گرمان میکنم چی لیس میبرد 180 کیلومتر 40 کیلومتر چند تا میبرد слишком میبرد خونه برآمدن نمیتونم خیلی کلون به وزمینی سلامتی نیست وای نیست از قصتکوز وای روز خوشم با درس ما بودن بیگری همون بیزنس خوشم با بعد هم بشه صحبت وقتی که تاریخشون نقد کردم من باور کنید دیدم چقدر همه که خورسان شدم که و گفتن که استاد یک تا برنامه شما یوتیوب دیدم و فکرانم دیگه شد همون کتاب‌ها رو گرفته خواندن سر کردم همین کتاب‌های من خواندم اگر کتاب‌های من خوانده باشید من کتاب یک دینگی به گفتگی که کسی که همین کتاب میخواند 21 بار و однозначно финансовый программаш پیدا میشه من گفتگی کنجا با سیستم کردم بعد کتاب یک دینگی دو با من نوشتگی هستم که اگر همین کسی که کتاب یک دینگی دویا خونده آموزد اقلا 7 بار باید که سالانه درآمدش از $100,000 زیاد شد. من کتاب خیلی نوشتگیم درآمد با آدم خواننده چون که من تجربه ما هست میدونم اونجا من نوشتگیم من باوری کلا کامل دارم که اگر تو همین کتاب 7 بار خوانی تو باید سالانه درآمد از $100,000 زیاد شد. اما آدم من دستم قبیله رحمت گفته بودن که همین کتاب گفتن و کتاب یک دینگی 28 بار خوندن من اینش 21 بار خوندن گفتن درآمد سالانه از $240,000 زیاد شد استاد آدمی که سال بودم خونه با گفتم من خونه با دیپرسی به بیکار سالان 60 کیلو دست پرداختم 60 کیلو این حاضر نیست بچه این کار آسون نیست فهمیده نه؟ این بهترین چیه؟ بهترین تجربه کلونه بهترین تجربه برای من قدر همه کتاب‌های با چیزی که من نوشتگی هستم بچه‌ها نگاه کنید مثلا حیات ما با چه خیلی است حیات ما با مثلا 100 عمل کرده ما 100 تا عمل از همین 100 تا عمل کردگی 5 تاش نتیجه داد همون 5 تا نتیجه من نوشتگی شما میفهمید نه و 100 تا عملی که من کردم من با به حد قیمت فرمودگی به حد قیمت میفروشم چون که وقتی که شما بیزنس با کار میکنید هر یک کاری که میکنید رسخات
من همه کتاب هم و درس ها و ترینینگ ها فقط همون 5 تا عمله که رزولت دادگی های همه نقل میکنیم. چرا که من با رزولت داد با یک شاگردم با یک کس دیگه من همین آدم پیشم بشته که بسیار زیدالله برای بچه های میخوام که کیستا نقل کنی 2 مینوت. تیدم این آدم با میکروفون تیدم این بچه با یکی من میخوام که تو همون باغبانه سر کنی. یکی تو با همه بین 7 مینوت با 8 مینوت با ولاشید کن. این نیچه نمی آدم اینجا دیدم بچه ها. من دعوت نکردم این آدم اینجا. نیچه نواز دیدم. نقل کن مردم با. سلام علیکم استاد. من بگشتم نقل کن من با خوب دارم. 16 سال اگر بود 7 مینوت استاد خیلی فینای گفتم. تو همون روزی که وہ خورده کتابای منو سر کرده همون نقل. سلام با همه. استاد کم تر خوب نمیشه پشت روز. من استاد گفتن که من خیلی خوب. سلام علیکم. سلام نام من زیدالله خیراللهیویچ یک مردمانی هستم که اینجا خیلی بشناسم مورم. من سالهای دروز مهاجرت بودیم کار میکردیم همچون شهرونده که هستم سیوری میرویم در یک خانه باغبون بودم یعنی که صداونی کار میکردم یا 16 سال اونجا کار کردیم صداونی سال 2020 همون سال کرانتین شده بود ما مهم خیلی مردم بیدار شد ما هم بگیم بیدار شده میشود هم یک یوتیوب یک ویدیوی کرد که همه خیلی دیدم این استادم نمیشناختم مهم پایانش نوشته بود که توجیک میلیونر یک کانتر مشایخ حمله کردم و گفتم توجیک در جو میلیونر میشود خیلی تصورات نبودشه یکی همین خیلی مهربان دست ما برسونی هم ویدیو گفتم خیلی بینیم که خیلی خیدم دیدم که ورودی گپوی نرمال میزنی یک دمینون بود همین خیال کردم که مرا گفته همون گپو را بعد ای پایانش دیگه ویدیو میبره وقتی یک ویدیو تماشا کنیم با یک ویدیو دیگه برماد ویش همجا خیدم که نه نرمال نه و نامش نوشتم خیلی نوشتم که بسیار ویدیوش برماد خیلی تماشا کردم هموش خیلی که خوب نبوده تو سهر تماشا کردم در جای نوشتم که کتابوش یک جای افتم در کار هم مسئله سر نماز بامداد بود خیلی امرام خستن یکی که اولی هم خامنستم من گفتم که هم خیلی آدم هست در یوتیوب درباره خدمت بگم ما 5 نفر رو بیم رو خونه بعد گفتن که تیرا نو دیدی ما هم تری گفتم ده با دادر خدمت همونجا بود گفتم شما این را دیدگی بودین گفتن یک 4 سال پیش اگر نه گفتم شما 4 سال پیش همین را دیده باشین اولی هم قطعی من قطعی شما نه من رفتم ای کام نتم برو مادم همونجا رفتم رفتم 7 کتاب خریدم سرم زنی مستوده ایمی گولوس میگران حبیبلو رفتم این مترو ساویروس گفتم 7 کتاب آوردم همه دا تقسیم کردم برای که شب درست گوش کردم که اکروژه چه خیلی گوشه هم خیلی میشه گفتم بیرو یا میخونه یا میبروی این کامتا دیگر نیست یکی خواندم بعد همون 2020 سخت خواندم شب روز خواندم روزی گفت هم خواندم هم دیگه نه سریال یا تماشا کنیم بخش شده 24 ساعت فقط زبیس خیلی وقت بود مرده بودم کار کدی سای خشوه کدی سای گله اما ماندگی یوتیوب گوش میکنیم وای فای بیتلای بود آوجه آخی اینترنت همین بین 1 سال مرده بود یک دیتا 6 ماه گوش کردم تاجیکستان اومدم همونجا اوجه بیزنس سر کردم همین سفره ندویشی مسته خیلی یک خانه داشتم و همچون کوارترانش بشنوندم وقتی درس استاد گوش کردم و خواندم یا انگلیس درس بسیار تراسی که اشتراک کردم همون استاد مثل خونه و همون مرجانه که کوارتران میتونه واشنول نیوگد نشه بعد فروختم دیگه همون چی کردیم خیلی هم حاضر 1 سال پرا میشه که نه در تاجیکستانه اگر میخوام که شرط نیست که شما در خود دوباره گپ زنید فقط من خیلی همون روز کتابای من خونده سر کردم تو به امروز درآمدتون چند بار بالا شد؟ 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار اول از بگیم استاد اول سر کردم کتابای خواندن شما را گزان کسرگاه های میکردم باز بیرون دال 140,000 دلار ماشین ما ماشاءالله ای درسای خودتون استاد گفتگی که 2 ماه دخلاتون ماشین بخریم ما هم خریدیم 2 ماه ماشاءالله من خیلی خرسندم من بچه وقتی که اومد پیش من مسکو و
نخلشکر باغبانی کرده. چند سال باغبانی کرده؟ 16 سال. نگاه کنید. رسم این برای کار خوب هست که شما تقدیر یک کس به تاثیر کنید بهبودش بر. این برای چیز خوب هست میاد بر. من این بچه تیلو برای عقل دارد. باور کنید. همه بچه‌هایی که علم داره عقل مردم خودم بسیارند. یکی پروستا همین شام و آتش در کار کرد. آدم با آدم دوازه. رحمتی کنم. برکت خیلی منت دارم. باز با میکروفون میره شما. میخوام که آزاد خان شما تجربه راهبری کلان دارید. 25 سال در کروپنی کمپانی کار کردید. من میخوام که همین تجربه کارتون دو سه تا چیزهای اساسی که برای کماند بقوت ساختن یاردم کند بچه‌ها. چی به ویمت باید چی چیزها با اینا سخت اعتبار کنند که کماند بقوت سازند. همین بچه‌ها بازش مدرسه بیزنس دارد. همین 90% دارد اینا. و نداشتگیش هم آرزو دارد که کنند. باور کنید. یکی کماند ساختن یک پرابلم اساسی دیم با یک پرابلم کلانی. نمی کمانده ساختن. برای ما از تجربتون 3 تا 4 تا 5 تا چیزهای اساسی شد. تشکر استاد. من یک چیز فهمیدم که با کماند خودم عملات مثال راهنمایی میکنم. امی آدم سحر میخیزد در گردش 3 دولت هست. دولت غوغا، شوم، دولت صدا. این همیشه اوزموس صدا داره. این حالت آرامی. بله. از همه مشکلش همین حالت آرامی بوده. از همه آسانش حالت غوغا بوده. یعنی یکی از درس‌های زندگی ما باید در سحر تو بگه همین غوغای زندگی را از صدا و از آرامی جدا کرده بود. بهترین. انا یکی از مثال فکر میکنم پیشرفت‌های استاد سید مرون امین است که چیزی بسیار مشکل، چیزی بسیار یک دیرفهم و مشکل فهم میگیرد ساده میکنه. برای مردم ساده. من با روسی میگم که очень легко усложнять жизнь, очень сложно упростить. انا استاد یک سلیقه خوب دارد برای همگان ما با کتاباش با صحبتاش با درساش همین زندگی مفهوم زندگی و تجارت و فایده و بیفایدگی را ساده کرده میته. همین برادر من برین یک روز میخواند و میفهم. همین یک چیز برای همچون روبر برای تیم خود برای چیز خود من باید فور کاری مشکل یا که در فکرشون مشکله همچون راهبر همچون لیدر گرفته ساده کرده میگم که یک مشکل نداره. یک سلیقه برای تشکیل کردن تیم درسته. سیم مثال ممکن میتونم که از دوره شورایی باشد مسئله فایده یعنی پریپن یک چیزی منفی بود. میگفتن که سپیکولان میگه اگر وی کلمه فایده منفی میبود می قانون زندگی خودش بیمانی میبود. یعنی که اگر ما 1 کیلو کارتوشکا در زمین موندیم و یک خوب کارتوشکا شاید این خودش قانون طبیعت است، قانون خداست. یعنی فایده چیز منفی شدنش ممکن است. زبان ما باز خوبتر معنی دارد زندگی بیفایده یا زندگی با فایده. در همین ما باید هر کاری کنیم باید با فایده باشد. سوم درسی که من برای مثال تیم بزرگ کردن باید از ما سلیقه‌های گویم ساده کردن. این یک بودا گفته است که 1 ساعت خودت صرف کن که 23 ساعت زندگیت نقشه گذاری کن. بله. ما آدمیزاد میخیزیم از ترس زندگی همین میدویم در همون غوغا بعد از چیزهای مهم فراموش میکنیم. باید 1 ساعت آرامانه نفس کشیده فکر کنید که 23 ساعت خودمون ما باید چه صرف کنیم. ما باید دقت کنید. باز همین چیزی که گفتن آزادخان یک چیز فوندامنتال نیست. اگر که نقشه روزانه نباشد حیات بر و حیات همین خیلی است که کمک این قطع صحبت کردی کمک کشیشتی کمتر چای نوشتی روز تمام شد. یه هر چیز فوندامنتال نیست. یعنی تکرار میکنم برای که 23 ساعت ما بیفایده نگذرد 1 ساعت صرف کرده
نقشه کردن نکن. اگر در دلمون در معدهمون نورومی باشد آرام کردن نکن. اگر سلامتی ما خوب نباشد سلامتی را خوب کردن نکن، چون که به این چیزها 23 ساعت ما به معنی میگذرد. اونمیزاد خیلی که گفتم همین خیست و شوی خورد و دیگه همین قوای بزرگ کتی خبر میشد که 24 ساعتش هم خیلی گذشت، بعد اینا گردونده نمیشد. خیلی چهارمش چیزی سهلتر است. اگر مثل روبر باشید با تیم خود بودن در کار، خیلی از بالا نگاه کردن در کنید، در یک قبط یعنی یک قبط چشم صحبت کردن در کار که در یک گروه میگویم، در یک گروه. ولی چونکه وای گویم سرباز شما وای باید گپ شما را درک کند. ما اگر یگان گویم به اصطلاح بیزنس یگان حربه داشته باشیم، یگان بازار را گرفتن داشته باشیم، یگان مال را فروختن داشته باشیم، همون سربازاتون باید همون را درک کنند. اگر یک کماندیر به سرباز میشنم خیلی مقصد گپ همه وقت گشته برگشته با تیم خود صحبت کردن در کار، گوش کردن در کار. 90% مشکلاتی که مثال در شرکت من در تیم ما هسته این همش ترس است. اون مثال ممکن در چی نباشد، وجود نداشته باشد، ولیکن در دیگر مرحله‌های زندگی مثال کارگر من میبینی که در دلش ترس هست. همچون روبر باید همون آرام کنیم که قطعیت یک آدم آرام، قطعیت یک آدم سرجم باید پیش رفت. من اگر مثال بگیم همین 3-4 درس زندگی سواله کرده بگیم همینو هست. انا آخرون مسئله را چیز ما گفتنی بودم این دوی با چی داشتم همچون روبر یک چی میگن یک دیگه میگن ویدینی یک ویدینی داشتن در کار، برای اینکه اگر روبر ویدینی نداشته باشد سربازوش نمیدونه با کدام مقصد کارگروش نمیدونه با کدام مقصد ما باید با همین روبر باشیم. اون یک ویدینی مثال ممکن احساساتی باشد، یک خیریه باشد، یک معنی مقصد داشته باشد که همون کارگر رو به شما باور کرده. اگر من بسیاری وقت با شوخی میگم یک گویم حضل است اگر اجازه باشد، یک روبر با شاگرداش گفته است همچون یک موتیواسیون کرده گفته است که یعنی گفت من میگم هر دو روز شب و روز مهنت کردم دردم نگرفتم، من یک ماشین قیمتی رنگی برابر مو لکسوس خریدم، بعد اکم مصلحت دادن است که میگه شما هم اگر مهنت کنید و مصلحت و موتیواسیون داده است که شما هم اگر مهنت کنید شب و روز مهنت کنید من لکسوس دوم میخرم. اکوی خیلی باید نباشد. مقصد باید با مقصد و معنی همون کار باید همون تیم بدوند. اگر این قطعیتون نمیرود انا یک 3-4 گویم درس زندگی که در چیزی ذهنی بود با شما بله یادره من همین نگاه کنید من این باید دیدتون یک در کافه کبیر نویسدگی همین کبیر شاگرد من هست. چند بار پیش من اومد دکتر استاد من قمونده شده هستم که چند سال است که همین 4 تا کافه دارم، کتابخانه پیش بردن نشده استاد است، کمانده ساختن نمیتونم. شما این وای با درآمد ابزارش دیدن خواهید میبینید ویدیو بعد سیل کرده یوتیوب و بعد درآمد سخنید کنید و درآمد ببینید. بعد گفت که یک 4 بار اکن тренинг با میومد، بعد اومد گروپی ما با наставничество میگه که استاد ما همین یگان آدم یابید همین کافه های من گیرد управлять کند خودش درآمد گیرد، همین من با هر ماه همه که небольшой фиксированный пул диад من روزه و من گفتم کبیرجون چیکار میگم من سخت مونده شدم به حد مونده شدم команда ساختن نتونستم نشده استاد است команда ساختن عذاب کشیدم конкурентоз زیاد شده استاد است روز روز با من گفتم خیلی مایلش تو درس خوانده میگیری من آدم میکوبم برای تو یکون تا پیدا میشه من تو میکوبم تو درس خواندن گیر. آستا مرور زمانی که باید درس خواندن گرفت
من نشون دادن گرفتم چیکار کردن در کار، چیکار کردن در کار، چیکار کردن. و یک روز من اومد گفت که همین وای ما با استفاده بودیم، ما یک مایدک مانگ داریم اینجا با صندوق اکن واخوری باشیم و گفت استاد من میخوام که خاطرم ابد کنیم. من گفتم تو کافه ها دور باید اونجا نمیریم، من هم نزدیکت میریم. من سپیتسان نگاه کردم، گرفتم هم نگاه کردم نزدیکی ما همون سلطان بیه که چه ترکوک شدگی و گرفتم همونجا گفتم همینجا میریم. من خواستم ریاکسی کبیر بینم. همونجا داره مگه اینش میبید کبیر قطع سلام میکند، وش سلام میکند. وقتی که رفتشتیم و کبیر من بگفت که استاد همین 90% همین کاردارا ایفش کاردارای من. و من گفتم کبیر همین کاردار دیدی چقدر نقص کار کرده است بودم. گفت که همین ما حیران، ما همین با ریال نه حیران. گفت استاد اینو 90%ش کاردارای من. اینا همین کارگاهی که من با همین کار کردن نتونستم اوولید کردم اینو. همین من اوولید کرده. من گفتم کبیر دیدی پرابلم کارگر منه، پرابلم خود تو با که کماندا ساختن یاد گرفتن در کار، کماندا اپراولیت کردن یاد گرفتن در کار. و همین آدمایی که تو خودت اوولید کردی من اینجا نگم چیکار کار کردن. و همین ترکا سرویس زور ساختن میتون، ما باید اینا قائل شیم. من میخوام سرویس زور ساختن میتون. همین راهبر رستوران نگاه کرده است، ادمنستراتور رستوران از سحر تا شب همین دو چشمش همین باید باریدن. و вообще نمیبره در رستوران. لیکن سرویس отношения مناسبت. من قبل کبیر گفتم که تو همین یک بار چشمت کشوده بی میفهمی سراغ. تو همین چیزها دیتال نه یکتا به یکتا یاد ندادیم. ایشونی کبیر هم یاد نگیریم. یکی همینه که یاد گرفت، آن کن از توشکم بکشوده است. از اینجا با من این کریسکی وای کشوده است، چیکی نه так далее. یکلا چی؟ آن کن دلی پور با حضور. من قطعی نه کره بردم داشت. دیگر جا بردنشون دادم. ساختن همین چیزا که یاد گرفت داشت پروژه. من چی گفتم شما با؟ بعضی وقت ممکن که همون کارگرایی که کار میگیره همون نتیجه که شما میخواهید دادن نمیتون. این مضمون ندارد که ویا کارگر توانا نیست. این مضمون دارد که یا که محیط همون کمپانی شما یک محیط چی گم مثبت نه منفی کمان ندوخ ساختن نشده است دارد. برامون این از شما وابستگی دارد. یک تگه خوب است در رسوممون یه گل به голова шапка найдется, گل به گنرال армия найдется. این چی گفته اگر که راهبر خوب باشد کماندا ساختن میشه. کماندا все равно ساختن میشه. میخوام که سوالاتون اتید اگه آزاد خواهم با. چون که آدم راهبر کارپوراسیون کلونا تجربه کلون داره میکروفون نگیرید. شما باید اینش استفاده کنید. چون که همه وقت این خیلی برنامه یافتن نمیشه. مضمون برنامه چشمه امید همین است که همین چیزی که اوپوته که تجربه که مردمی که راهبریت کار میکنن و مثال ساحه خدا شما موفق شدن همون چی به مثال همون ساحه برای چی یاد گرفتگن همون خلق و نشون دادن. مقصد چشمه امید همین است. هم در جده با بخش مشخمی برای 8-10 جوونا این تربیه گردو تستاتر مقصدش برسد. Главный مقصد